آتش بزنن، به نیروهای انتظامی حمله بکنن، توهین به مقام رهبری بکنن، به پایگاه بدبین حمله بکنن. این حالا در امروز تو اوین در اختیار قریب به 200 میلیون فقط اینا پول گرفتن، این سرکرده‌های علاقه مهدی هاشمی. جالب اینجاست که میگم وقتی ما بگیریم پول رو دسته‌ای اون چیده بود، دست به دسته رو ما پول میدن. این نظام خدمت شما عرض بکنم امروز متهم در اختیار ما هست از سرکرده‌های اراذالعباش تهران. اینها رو از دو ماه قبل همین آقایون تیم این آقای مهدی هاشمی اینا رو دعوت کردن، توجیه کردن، آموزش دادن برای اینکه اصلا بتونن روزی که مد نظر هست بهره داده متهم در اختیار ما هست که شبی 800,000 تومان ایشون میگرفته به اتفاق رفقاش شهر تهران فلکه چهارراه تهران پارک و نارمک و هفت‌روز ایشون با اراذالعباش تحت فرمان خودش شباب آتیش می‌کرد. شب 800,000 تومان یک نفر بود متهم در اختیار ما هست شب 1 میلیون تومان ایشون میگرفت از سرکرده‌های اراذالعباش تهران که غرب تهران و میدونکاز و همونجاها رو هر شب ایشون با هوانندهاش با آتیش متهم امروز در اختیار ما هستش که ایشون مسئولیتش این هستش که تیر سیاهی لشکر میاره برای تهیه کننده های فیلم سینمایی. آدم شناخته شده هم این آدم آوردن توجیه کردن شبی 2 میلیون این آقا میگرفته سیاهی لشکر رو توجیه میگرفت که این خیابونا اتوبوس آتیش بزنن، بانک آتیش بزنن، به نیروهای انتظامی حمله بکنن، توهین به مقام رهبری بکنن، به پایگاه بدبین حمله بکنن. این آدم امروز در امروز تو اوین در اختیار قریب به 200 میلیون فقط اینا پول گرفتن، این سرکرده‌های اراذالعباش علاقه مهدی هاشمی. جالب اینجاست که میگم وقتی ما میرفتیم پول بگیریم پول رو اینجوری دسته‌ای اونیدشون چیده بود، دست به دسته رو ما پول میدن. این حالا امروز در امروز تو اوین در اختیار قریب به 200 میلیون فقط اینا پول گرفتن، این سرکرده‌های اراذالعباش علاقه مهدی هاشمی. جالب اینجاست که میگم وقتی ما میرفتیم پول بگیریم پول رو اینجوری دسته‌ای اونیدشون چیده بود، دست به دسته رو ما پول میدن.